پیغمبر خدا دعا کردن که ای الله کمتر کنید، تخفیف کنید، سبکی کنید. بعد حضرت جبرائیل آمد گفت که خداوند چنین میفرماید کسی 1 ماه پیش توبه کند. گفت 1 ماه هم وزین تر است جبرائیل. باز پیغمبر خدا دعا کردند. باز آمد گفت خداوند میفرماید که کسی که 1 هفته پیش توبه کند. باز پیغمبر خدا گفتن 1 هفته هم این خیلی وقت است، مشکل است، ای خدا تخفیف کنید. باز حضرت جبرائیل آمدن گفتن 1 روز پیش کسی توبه کند. پیغمبر خدا گفتن 1 روز پیش هم مشکل است. بار آخر حضرت جبرائیل آمده گفتن که خداوند چنین میفرماید که کسی که پیش از مرگش، پیش از اینکه جان او در گلو برسد اگر توبه کند توبه او قبول است. پیغمبر خدا گفت اینش کاری دیگر. اما چی حق داریم که به طرف یک شخص میگیم که توبه تو قبول نمیشود؟ و واقعه بنی اسرائیل در حدیث ها هست که 99 نفر را کشت. پس یک شخص رفت گفت که من 99 نفر را کشتم، برای من راه توبه هست؟ چی گفت؟ گفت نه، به تو راه توبه نیست دیگریش هم کشت. 100 نفر شدن. پیش یک راهب رفت، پیش یک همون عالم نصرانی، گفت من همین خیلی 100 نفر را کشتم، برای من راه توبه هست؟ گفت بله هست. در فلان سرزمین رو یک گروه مردم خداوند را عبادت میکنن، فاعبد الله معهم، همراه اونها خدا را عبادت کن، خداوند از تو درگذر میکند. همه خیلی غمناک در راه میرفتن، بالاشون مرگ آمد. وقتی مرگ آمد هم فرشته های عذاب آمدن برای روحی را گرفتن، هم فرشته های رحمت. چنانچه در وقتی مرگ فرشته ها می آیند. حدیث مسلم شریف است و این چنین در مشکات شریف هم آمدگی است که وقتی که روحی بنده از بدن وقتی جدا می شود در حال سکرات مرگ قرار می گیرد، حضرت عزرائیل با همراهی 500 فرشته می آید، یا 500 فرشته رحمت یا 500 فرشته عذاب، که هر یک کدام آن فرشته هایی که اگر رحمت باشند در دستای خود دسته از گل دارند و برای مرده خوشخبری میدهند، و اگر 500 ملائکه عذاب بیاید در دست هر یک کدام آنها شلاق‌های از آتش دوزخ است که این مرده را میزنند به اون شلاق‌ها. هم فرشته های عذاب هم فرشته های رحمت آمدند. در بین اینها خصومت پیدا شده. فرشته های رحمت که روح ما میگیریم، این به سوی توبه کنی رفته ایستاده بود. فرشته های عذاب که نه، این 100 نفر کشتگی است، حالا به آن موضع و به آن مکان نرسیده است که توبه کند. خداوند یک فرشته را روان کرد تا در بین آنها فیصله کند. آن فرشته آمد گفت چی گپ است؟ گفت ما برای قبض روحی همین شخص آمدیم. این فرشته های رحمت میگویند که به طرف توبه کنی رفته ایستاده است، توبه قبول شدگی است، و ما میگوییم که نه، این 100 نفر کشتگی است، باید که با فرشته های عذاب روحی بیرون شود. این فرشته چی میگوید؟ فرشته چنین میگوید که از همون جایی که این شخص همون 100 نفر کشتگی است، از همون جا حساب کنه تا جایی که بالای مرگ فرا رسید، و از این جایی که بالای اون مرگ فرا رسید تا جایی که توبه کنی میرفت حساب کنید کدام از این جایها کمتر است از همون طرف. اگر به طرفی اگر که همون جای آدم کشیش اگر نزدیکتر باشد، این هم ملائکه های عذاب باید روحش قبض کنند، و اگر به طرفی اگر جای توبه اگر نزدیکتر است، باید که فرشته های رحمت حساب میکنن. فقط بیشبرین آمدگی است، یک وجب همین جایها یک دیگر فرق میکند. به سوی جای توبه یک وجب کمبود است، با فرشته های رحمت حکم میشود که روح بنده را شما بردارید. خداوند توبه را ما چی حق داریم که خدا نمیبخشد گوییم؟ وقتی انسان صدقاً توبه میکند، یک قطره آبی که از چشم او میچکد، خداوند توبه بنده‌اش را قبول میکند. در زمان حضرت موسی علیه السلام یک شخص از دنیا گذشته شد.
بالای حضرت موسی خداوند حکم کرد که ای موسی فلان قشلاق بیرو به نام باجان که در منطقه مروه هست، فلان دو سیمان در یک مزبله افتیدگی است. مزبله گفته جای اخلاط پرتایی، مصر پرتایی رو میگویند، همانجا مردگی است. ای موسی آن رو بگیر و با دستای خود غسل بده و کفنش کن و دفنش کن. حضرت موسی پرسیده وقتی که میرود به همون قریه و همون قشلاق میرسد، از همون شخص پرسان میشود که همین خیل شخص همینجا وجود دارد یا نه؟ تمام اهل قریه چی میگویند؟ او یک شخص فاسق است، او یک بدکار بود، بدفعل و بدرفتار بود. او مرد، هیچ کس از همین قشلاق و قریه همین همت را نکرد که او را کفن کند و دفنش کند یا جنازه به او خواند. از بس که او فاسق بود، یک بدرفتار و بدکردار بود، هیچ کس تیار نبود به این کار. حضرت موسی در حیرت می رفتند که ای خدا، شما خداوند به طرف خداوند چنین خطاب میکنند که ای الله، آخه فرمودن خدا همین است که ای موسی دوستی من است و مردم قشلاق به این یعنی که سخنهای قبیح میگویند، میگن یک فاسق یک فاجر است. من چقدر فهمم ای خدا چی حکم میشود؟ از طرف خداوند چنین میشود که ای موسی، مردم اهل قریه راست میگویند، این یک فاسق یک فاجر بوده، برای همین تیار نشدند که این را کفنش کنند، ولیکن پیش از مردنش از من 3 دعا کرد. این فقط برای خودش دعا کرد، اگر برای تمام انسانیت تا به روز قیامت دعا میکرد همگیش عفو میکردم. ای خدا چی دعا کرد این بنده؟ گفت چنین گفت پیش از اینکه بالای این مرگ بیاید، گفت ای الله، در همین گناه 3 کس مرا آماده کردن، یکی رفیقی بدم، یکی نفسم، یکی شیطان. در اصل من گناه ها را بد میدیدم، لیکن همین ها مرا گمراه کردن، من به همین راه رفتم. و دوم گفت ای الله، من با وجود که بدکار بودم نسبت بنده های نیکت احترام داشتم، همراه اونها من گاه و ناگاه می نشستم، سخنهای اونها را گوش می گرفتم. ای الله، با کرامت و با حرمت همین دوستانت گناه های من را عفو کن. و سیم گفت ای الله، حالا وقتی مرگ من نزدیک است و تمام مردم مرا راندگی هستند و هیچ کس تیار نیست همراه من صحبت کند و سری مرا از زمین بردارد، ای الله، اگر گناه ها ما عفو میکنی، پیغمبرها خرسند میشوند، اولیاها خرسند میشوند، دوستانت خرسند میشوند و شیطان با همراهی همکارهاش غم زده میشوند. ای الله، اگر مرا عفو نمیکنی، شیطان با همراهی همکارهاش خرسند میشوند و پیغمبرها و دوستها غمگین میشوند. ای الله، من این را میدانم که خرسندی و خوشحالی پیغمبرات و دوستانت از خوشحالی و شیطان و همکاراش بالاتر است. ای الله، به حرمت همون اولیاها و دوستها و پیغمبرات که خوشنودی آنها در نزد خودت بلندتر است، به حرمت همونها مرا عفو کن. و ای موسی در حال عفوش کردم. این خداوند از برگاه خداوندی است. او درباره من تست که برادرها، یک برادر یک گناه میکنه، در دل من چقدر کینه و کدورت میگیریم. از همین رو درگذر کردن برادرها یاد بگیریم. و این واقعه ها خیلی زیاد است در این باره. در زمان حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک روز پیغمبر خدا از در خانه عمر داخل میشوند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر گریه کرده ایستادند. پیغمبر خدا میگوید یا عمر ما یبکیک، ای عمر چی سر میگریونه، برای چی گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، بوکا و شابین، یک جوانی هست که بچنان گریه میکند که قد احرق فؤادی، گریه کردن او دلی مرا سوزاند. گفت احضره ادخله یا عمر،
ای عمر همون بچه را فریاد کن. کی است همون جوان؟ وقتی همون جوان پیش پیغمبر خدا در آوردن و گفت پیغمبر خدا برای چی گریه میکنی؟ گفت بکثرت ذنوبی، با بسیاری گناهام، و خوف من الجبار، و ترس از الله من با گریه افتیدم. پیغمبر خدا گفت چی گناه کردی؟ گفت ای رسول خدا گناهی من خیلی کلان است. گفت اشرکت بالله، به خدا شرک آوردی که گریه میکنی تو؟ گفت نه شرک نیاوردم. گفت اقتلت نفسا، یگان خون ناحق ریزاندی؟ گفت نه. گفت خون ناحقم نریزاندم. گفت خواه اگر گناهی تو اگر لو کان ذنبک مثل السماوات السبع والارضین غفر الله لك ذنبک، اگر گناهی تو مثل 7 طبقه زمین و آسمان باشد بازم خداوند عفوش میکند. چی گناه کردی بگو؟ گفت ای رسول خدا یا رسول الله ذنبی اعظم من السماوات والارضین، گناهی من از 7 طبقه زمین و آسمان هم بزرگتر است. گفت ذنبک اعظم ام الکرسی، و گناهی تو کلان است یا کرسی خداوندی؟ گفت ذنبی اعظم، گناهی من کلانتر است. گفت ذنبک اعظم ام العرش، گناهی تو کلان است یا عرش خداوندی کلان است؟ گفت ذنبی اعظم، گناهی من بزرگتر و کلانتر است. پیغمبر خدا گفت ذنبک اعظم ام الله، الله بزرگتر است یا گناهی تو؟ گفت الله اعظم و اجل، الله از همه بزرگ است. گفت الله که از همه بزرگ باشد عفو میکند. چی گناه کردی؟ گفت یا رسول الله استحیی منک، ای رسول خدا قسم به خدا من حیا میکنم که بگم چی گناه کردم. گفت بگو چی گناه کردی؟ گفت بگو گناه تا. گفت ای رسول خدا کنت نبازا منذ 7 سماوات، 7 سال میشود که من نباز بودم، من کفن دوز بودم. هم مرده را دفنش میکردن، شب قبرشم میکفتم، کفنی رو از تنش بیرون میآوردم. یک روز یک قبر را وقت شکفتم و کفن مرده را از او بیرون کردم، مهتاب شب بود. نگاه کردم که وهی جاریتون، یک دختری بزیب که سن سال او به عروسی رسیدگی بود، از دنیا فوتیدگی در قبر خواب است. من وقت کفن او را از بدنش کشیدم، شیطان به من غلبه کرد، من با او جماع کردم. پیغمبر خدا از جای خود خستن، به خفا نگاه نکرده گفتن اخرج یا فاسق، ای فاسق بیرون شو، بیرون شو که دیگه من برداشت نگاه کردن ایتونه ندارم. ای از پیش پیغمبر خدا گریه کنان بیرون شد. فذهب نحو الصحرا، به سوی صحرا برآمد. به سوی صحرا گریه کنان برآمد و رفت و رفت و رفت. 7 شب و 7 روز هیچ چیز نخورد، فقط کارش گریه کردن بود. گریه میکرد که ای الله من گناه کردم، برای راست برای خود برای برآمدن من شرم کردم که ای الله بگم گناه معاف کن. پیش پیغمبرت که رحمت للعالمین است رفتم که در نزد خدا شفاعتم کند، پیغمبرتم راندم. ای الله غیر خود هیچ کس ندارم. گفت و به سجده افتید، خوبش دیگر نمان. ای الله من آخرین درخواست خود من از تو دارم. ای الله اگر گناهی من عفو میکنی و محمد صلی الله علیه و سلم را از من راضی میسازی، برای من خبر کن. اگر گناهی من بخشیدنی نباشد، اگر بخشیده نشود، اگر گناهی من همان گناه باشد که او بخشیده نشود و پیغمبر از من راضی نشود، و الا احرقنی یا رب، ای الله از آسمان آتش روان کن و مرا بسوزان. در سجده افتید و گریه کرد. حضرت جبرائیل پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند یا محمد یقرأک ربک السلام، ای محمد صلی الله علیه و سلم پروردگارت برای تو سلام میگوید. پیغمبر خدا گفتند
اللهم انت السلام منك السلام و الیک یرجع السلام. تمام سلامتی از خداوند است و سلام خداوند خودش است. و گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند منو روان کرد و چنین گفت که برای محمد صلی الله علیه و سلم بگو که هل هو یقبل توبه عبدی، آیا قبول کننده توبه بنده من محمد است؟ وقتی پیغمبر خدا را گفت، پیغمبر خدا گفت و هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات. توبه بنده را الله قبول میکند و از کمبودی های بنده خدا درگذر میکند. که خداوند میگوید که ای محمد، من یک بنده گناهگار خود ما به نزد تو روان کردم که تو به او شفیع باشی، تو به عکس او را راندی، حالا که من تو را رحمت للعالمین روان کرده بودم. خب حالت همین باشد، تمام امتی های تو روز قیامت همش دوزخ میروند. با گناه هایی که از این گناه ها کلانتر روز قیامت بیایند، تو همه اونها را میرونی از نزد خودت. و خداوند چنین میگوید که من توبه او بنده را قبول کردم و ای محمد تو از او راضی شو و رو در فلان زرزمین با سجده افیدگی در گریه است، رفته او را خوشخبری بیده و خودت به دست خودت ای محمد گرفته بیاروش. پیغمبر خدا همراه صحابه ها رفتن و همون شخص یافتن و گرفتن و آوردن و غسلش دادن، غسل کرد از سرینو و در نماز شام بود الکی. وقتی نماز شام خواندن، پیغمبر خدا ولا ضالین گفتن الهاکم التکاثر، سوره الهاک خواندن، حتی زرتم المقابر گفتن، حتی زرتم المقابر، شما را دنیا در هلاکت افتان تا آنکه شما به قبرها رسیدین. همین نام مقابر قبر شنید، فصاح صیحتا، یک آوازی برآورد. وقتی که نماز کامل می شود و بود می شود، تمام می شود، این شخص وقتی که می بردارن وقت جانش برآمده است. این است برادرها ارحم الراحمین بودن خداوند. امروز بعضی ما و شما نه توبه تو قبول نمی شود، ما حق نداریم برادرها. همون انسانی که صدقا به سوی خدا توبه میکند، به سوی خدا رجوع میکند و از تمام کمبودی هاش از خدا عفو میپرسد، ما حق نداریم برادرها. او وحشی کی بود؟ میبخشیم برادرها، وقتون از زیاد میگیرم، وقتم کم موندگی است. انشاءالله باز جمعه آینده در این باره صحبت میکنیم. همین جواب برادرها بود شدگی نیست. دوامش من میخواهم که جمعه آینده باز درباره همین توبه چند واقعه دیگر است که از حیات صحابه و دیگر کتاب ها بیان شوند برادرها، تا که بدانیم که خداوند غفور و رحیم است نسبت همون بنده هایش که به سوی خدا رجوع میکنند. خود شخصانی که قصدن و جرته بگیم عمل نمیکنن و عبادت نمیکنن، خداوند به اونها غفور و رحیم نیست برادرها. پیغمبر خدا گفتن الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. آدمی کیس، آدمی به عقل میدونه کی است؟ شخص عقلمند همون شخص است که من دان نفسه، راهی نفس گیرد و عمل لما بعد الموت، به آن عملهای مشغول شود که بعد از مرگ بر او کارآمد هستند. والعاجز، آدمی بی عقل، آدمی بی سواد و نافهم، همون شخصی هست که من اتبع نفسه هواه، از نفس خودش پیروی میکند و تمنا علی الله، باز به خداوند امیدها میبندد. گناه های کلان هم میکند، توبه نمیکند، با چی میگوید خداوند من رو میبخشد. این آدمی بی عقل است برادرها. از همین رو امروز روزی توبه است، توبه کنیم. جوانهای عزیز در جوانی توبه کنیم. مولوی جنید چی میفرماید؟ مگو ای تشنه، مگو ای تشنه لب فردا آب نوشم، مگو ای تشنه لب فردا آب نوشم، به وقتی پیری به طاعت بکوشم. ببوی پیری چندین نوجوانه، ببوی پیری چندین نوجوانه، بیرفت به توبه از این داری فانی. ببوی پیری میکنیم، چندین جوانهای ما از دنیا به توبه رفتن، از دنیا به ایمان رفتگیستن،
از همین رو کوشش کنیم برادرها که در همین جوانی توبه کردن، به سوی خدا رجوع کردن، این علامت نیکبختی شخص است. و این چنین برادران عزیز، باز یکی از همین برادرها در عبودی مسجد سهمگذار شدن، خیر شما در حق اونها دعا میکنیم، شر نیست خواندن اونها. و این چنین یکی از همین برادرها ممکن کلانسال باشن و گفتن که یک عائله‌شون چند پیش از دنیا گذشته شدگی است، همون بگن نفقه همون مادری که از دنیا گذشته شدگی است آورده در مسجد دادن که در تعمیر مسجد مصرف شود. ما هم انشاءالله در حق او دعا کردیم چندین بارها، بازم از خداوند دعا میکنیم که خداوند اون مادر عفو کنن و خداوند فرزندهاشون عمرهاشون دراز گرداند. و این چنین از خداوند در آخر دعا کنیم که خداوندا اون چیزی که گفتیم اون چیزی که ما و شما گفتیم از آیه های قرآن و از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، خداوند عز و جل اون چیزی که گفتیم اول اینکه مقبول درگاهش گرداند و اون چیزی که گفتیم زیادتر و بیشتر خداوند برای ما و شما توفیق عمل عطا کند. و این چنین خداوند عز و جل تمام ما و شما را برای راست و برای صراط المستقیم هدایت مان کند. برای اهل خاندان ما و شما، برای پدر و مادر و برای زن و فرزند و برای خویش اقارب ما و شما خداوند توفیق عطا کند تا آنها هم برای راست عمل کنند. و این چنین خداوند عز و جل به زنها و به دخترهای ما عفت و پاکدامنی را نصیب گرداند. و این چنین خداوند عز و جل تمام امت محمد صلی الله علیه و سلم را برای راست و برای صراط المستقیم هدایت کند و اسلام عزیز خداوند در سراسر دنیا پیروز گرداند. و این چنین کدام شخصانی که نسبت اسلام و مسلمان ها بدخواهی میکنن و فتنه انگیزی میکنن و شوراندازی میکنن، خداوند عز و جل اولی که آنها را هدایت کند. اگر که هدایت نصیبشان نباشد و الا خداوند آنها را خال ذلیل گرداند. و این چنین خداوند عز و جل آخرین سخنی که از زبان ما و شما بیرون می شود آن لا اله الا الله محمد رسول الله باشد و قبرهای ما و شما را خداوند یک باغ از باغهای جنت گرداند. و این چنین خداوند روز قیامت که روزی سخت است و نامه های اعمال تقسیم می شوند، خداوند نامه های اعمال ما و شما را به دست راست من عطا کند. و این چنین خداوند عز و جل گذشتن پل صراط برای ما و شما آسان گرداند. و این چنین خداوند عز و جل دیدار و بیچون و چرای خودش را برای هر یک قدم ما و شما نصیب گرداند. و از ما و شما گذشتگان است، خداوند گذشتگان ما و شما را غریق رحمت کند، جای همیشگی آنها را خداوند جنت گرداند. و این چنین خداوند که آنها در قبر هستند، خداوند قبرهای آنها را پرنور گرداند. و این چنین خداوند به دولتدارهای ما و شما، به سردارهای دولتمان علل خصوص خداوند به جناب عالی باز توفیق عطا کند که از دین اسلام و از مسلمان ها پشتیبانیش باز زیادتر کند. و این چنین خداوند عز و جل آن اقدام های نکه که نسبت مردم مسلمان و مثل ملت تاجیک دارند، خداوند عز و جل برای کارشان عطا کند. و این چنین تمام اراکین دولتی ما را خداوند برای راست و برای صراط المستقیم هدایت کند. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک برحمتك.